دوستان عزیز شام بخیر. من از شهر بروکلین نیویورک با شما صحبت دارم در نزد سوی مرکزی و یکی از فروشگاه‌های کلانترین نیویورک کاستکو و چنین فروشگاه در تمام گوشه و کنار امریکا بسیار معمول است و وجود دارند. خوب طبعا می‌بینید من برای شما این ویدیو را به آن خاطر آماده کرده ایستادم که ببینید برای پاندمی کرونا ویروس چگونه کمک به مردم رسانیده می‌شود. کمک‌های حکومت آمریکا و اوراها این پرداخت $420 برای هر یک خواننده مکتب این $420 چرا در بر می‌گیرد؟ یعنی برای 3 ماهی که بچه‌ها به مکتب نرفتند و در خانه اسیس‌های پدر و مادرانشان خوراکی نهاری میزی بودند، حکومت به آنها $160 برای هر ماه پرداخت کرد و همین مبلغ رو پورا کرده برای 3 ماه $420 برای هر یک کودک حساب کردند و از بس که ما 3 خواننده مکتب‌خوان داشتیم و کورسی بیش از $1200 گذرانیده شد و این مبلغ باید برای خرید خوراک‌خوری استفاده شود و از بس که صرف همین مبلغ یک مهلت معین داشت، یعنی باید تا سال نو آن استفاده بوده میشد، ما تصمیم گرفتیم که دویمو اکثرا همین مبلغ رو صرف کنیم و ببینید ما از در اینجا در علت قریب $500 خرید کردیم و همه همین مواد غذایی به طور کمک با اولای ما از جانب حکومت آمریکا در دوره کرونا ویروس است. و ببینید اینجا مرغابی هست، بادام و شکلات و هر چیز خوراکواری، آرد، شکر، روغن، هر چیزی که ما خواستیم اون خریداری کردیم. تنها از بس که برنامه کمک است، ما $105 ایلوگی از حساب خود پرداخت کردیم، زیرا این برنامه صابون، آینه و مثلا دندان شویک و بعضی آن محصولات غیر غذایی رو قبول نمی‌کنند و در مغازه ها هم همین سیستم، یعنی همین نظام علاقه به طور اتوماتیک براه مانده شده است و وقتی که شما از اون کارت کمک استفاده میکنید و بخواهید خریداری کنید، علاقه همون کاسه خزینه خرید شما را جدا میکند و میگه که کدامش را از همین کارت شما خریده میتوانید و کدامش را باید شما اینوادی پرداخت کنید و خود من بکنید. این به فکرم کمک بسیار خوب است برای اوله ها. در برابری آن کمک $420 برای هر یک کودک، همچنین در مکتب‌های میانه برای کودکان و برای اولیه‌های آنها تا به حالا غذای بی‌پول پیشنهاد می‌شود. این غذای بی‌پول از شیر، از سیب و یوگورت و پنیر و اون چیزهای خرد دیگر که بچه‌ها بسیارتر می‌خورند از آن عبارت است و تا اندازه در همین دوره که یک نوع بیکاری بسیار شد، حکومت و عموما سازمان‌های جمعیتی، سازمان‌های محلی با استفاده از برنامه‌های حکومتی کوشش می‌کنند که اقدام‌هایی را براه مانند که مردم میانه‌ها در همین دوره از نارسایی غذا اذیت نکشند. خب این یک وضعی کوتاه اوید به دستگیری حکومت نیویورک و حکومت آمریکا برای ساکنان کشور است در دوره پاندمی. تشکر و همیشه سالم باشید و امیدوارم کنم که از کرونا ویروس همه شما و اهل اولاد موفق